اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موعظه ما و شما از فضیلت ماه مبارک است. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظیم. پروردگار در این سوره احزاب برای ما و شما خبر می‌دهد ما با اهل آسمان، ما بر آسمان، ما بر کوها، ما بر زمین امانت را پیشنهاد کردیم. امانت را پیشنهاد آسمان و پیشنهاد کوها و پیشنهاد زمین کردیم. فابین ان یحملناها و اشفقن منها. گفتیم ای اهل، ای کوها، ای زمین ها، ای آسمان، آیا این امانت ما را قبول میکنی؟ فابین ان یحملناها. آسمان و کوه و زمین پشت گردانیدن، گفتن نه پروردگار این امانت ما قبول نمیکنیم. و اشفقن منها. آسمان و کوه و زمین از امانت پروردگار ترسیدند، گفتند ما طاقت قبول این امانت نداریم. و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. الله میگوید وقتی که این امانتی که کوها و آسمان و زمین از او ترسیدند، طاقت برداشتش نداشتند، وقتی حضرت آدم گفتیم قبولش میکنی؟ آن چیزی که در داخل این امانت از قبولش داری؟ گفت در داخل این امانت چیست؟ گفتم این احسنت جوزیت و این اسأت عوقبت. این اگر کاری هست که فرمان پروردگار را اجرا کنی جزای نیکت میدهیم، اگر در فرمان پروردگار گردن کشی کردی عذابت میدیم. حضرت آدم قبولش کرد. انه کان ظلوما جهولا. میگه آدم چی در حق جان خودش ظلم کرد و چی آدم نادان است. الله بیان کرد. مفسران میگن ظلم به معنای این است که در جان خودت ظلم کردن از ظلم میگویند. جهول گفته از عاقبت کار بی‌درک بودن جهول میگویند. انسان از طاقت خودش زیادتر امانت قبول کرد. چی باشد این امانت؟ مفسران از آن جمله مالک از زید ابن اسلم روایت میکنه در تفسیر ابن کثیر که الامانت ثلاثه. سه چیزه الله پیشنهاد آدم کرد، آدم قبولش کرد. این سه چیز پیشنهاد آسمان و کوه و زمین کرد، با این قدر بزرگی و برجستگی رد کرد، گفت طاقت ندارم. این چی بود؟ الصلاة الصوم الغسل من الجنابه. یکم نماز، دویم روزه ماه مبارک، سوم غسل از جنابت کردن. این سه چیز پیشنهاد حضرت آدم کرد، آدم این قبول ساخت. الحمدلله که ما و شما امروز در همون امانتی که پدر ما و شما حضرت آدم او را قبول کرد، این ماه رمضان است، در این امانت قرار داریم. این امانت اگرچند که روزه داشتن کار آسان نیست، روزه داشتن کار هر یک فرد نیست. اگر روزه داشتن آسان میشد امروز همگی مردم تاجیکستان روزه میگیرید، لیکن این خیلی عبادت مشکل است، مشقت دارد. این فرزند آدم حتی تحمل این برای آدم وزنین بود، لیکن آدم این قبول کرد. آدم قبولش کرد. الحمدلله که ما امروز این امانت که سنگین است، وزنین است،
با این قوه های خیلی عاجزی خودمان اینو برداشت داریم، اینو قبول داریم. از این خاطر از پروردگار میگوید کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. همه عمل آدم برای جان اوست، برای خود اوست، مگر روزه از من است و من جزای روزه دارم میدهم. همه عمل آدم از برای خود اوست. الله جدا میکند الا الصیام فانه لی و انا اجزی به، مگر ماه مبارک، مگر روزه، مگر رمضان، این از من است و من جزای روزه دارم میدهم، من مکافات روزه دارم میدهم.